بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران. الله رو بی نهایت سپاس از اینکه یک بار دیگر این توفیق نصیب راه بنده و همکاران بنده قرار گرفت تا با همراه شما خوبان و با همراهی شما خوبان و سروران در برنامه دیگر از برنامه‌های سفره دل میهمان و میزبان شما سروران و عزیزان باشیم و موضوعی دیگر از موضوعات مرتبط به این برنامه در آغاز. از طرف خودم و به نمایندگی از شما عزیزان سلام‌های گرم شما رو تقدیم خواهم کرد خدمت جناب دکتر نور محمد عمرای عزیز و حضور ایشون رو در استودیوی برنامه سفره دل خوش آمد میگم. خوش آمدید جناب دکتر. خیلی ممنون. بنده هم عرض ادب و سلام دارم، هم خدمت شما سلیمانی عزیز و هم خدمت دستاندرکاران شبکه و از اینی که منت نهادید و باز ما رو روی سفره محبتتون دعوت کردید. کمال سپاس و تشکر رو دارم و همچنین از شما بینندگان عزیز که در واقع سفره شماست و ما هم میهمان دلهای شما. در خدمت شما هستیم و جناب آقای سلیمانی، من حقیقتش را که اومدم یه مقداری کسل بودم تا این سلیمانی و نیرو و نشاط و روحیه و لبخند و زیباییشون رو دیدم کلا عوض شدم. انشالله که هممون با دیدن چهره منور آقای سلیمانی عوض بشیم. در خدمت شما هستم. خدمت از ما جناب دکتر این جملاتی بود که من میخواستم بگم. جناب دکتر پیش دستی کردن. من مقداری سرما خوردم و احساس میکردم که نتونم برنامه اجرا کنم. جناب دکتر که اومدن ماشاءالله انرژی ایشون به من هم انرژی داد و گفتیم که به هر حال در خدمت شما عزیزان باشیم و حضور در کنار شما عزیزان هم بیشتر به ما انرژی میده و انشاءالله که بتونیم در برنامه امروز به همراه شما عزیزان موضوعاتی رو مطرح بکنیم، موضوع و صحبت‌های مطرح بشه که دردی از دردهای جامعه ما رو بتونیم که برای اون راه حلی حداقل مطرح کرده باشیم و سعی بکنیم که برای این مشکل هم انشاءالله داروی مناسبش رو پیدا بکنیم و عملی بکنیم تا بتونیم که انشاءالله از گلایه ها و شکایت هایی که در این میدان میشه حداقل بکاهیم و کمتر بکنیم. یکی از مواردی که خیلی به هر حال شنیده میشه چپ و راست گلایه هایی است که برخی از خواهران عزیز و بزرگوار دارن از دست شوهراشون، امان از دست این شوهر جماعت و همیشه خانم ها شاکی هن. نه همیشه، همه خیلی از خانم ها شاکی هستن از دست شوهرانشون و بی‌توجهی شوهرانشون و بیمهری شوهرانشون و دیگه نمیخوام نمک روی زخم بپاشم بیشتر صحبت بکنم و گلایه ها از شوهر جماعت خیلی زیاده و از آقایان گلایه زیاد است. آقایان عزیز، شوهرای بزرگوار، خطاب من شما هستید. خواهران از دست شما شاکی هستند. خیلی از شماها خواهران از دست شما، همسرانتون از دست شما شاکی هستند و شکایت میکنند از موارد مختلفی و مهمترین اونها موضوع احساسات و محبت است که احساس میکنند که اون رو دوست ندارید و نقطه سر خط. امروز میخوایم با همراه شما عزیزان با موضوعی صحبت بکنیم. جناب دکتر نوشتن اصلا خود موضوع رو عنوانش مثل این ترانه ها میمونه، خیلی اینجوری مثل شعر و ترانه است. شوهرم همیشه عاشقم بمان و یک موضوع برنامه امروز ماست. تعجب نکنید این موضوع برنامه امروز جناب دکتر انتخاب کردن. شوهرم همیشه عاشقم بمان و اصلا دیگه از اون عنوانی است. این خودش یک جناب دکتر عنوانی یا این مصرع شعری است؟ در خدمت شما هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من والا. البته استاد سلیمانی عزیز طبق معمول تو صف خانم ها وای میسن و سعی میکنند که سنگ خانم ها رو به سینه بزنن. من فکر میکنم که قضیه مهمتر از این همدردی جناب استاد سلیمانی است با خانم ها. خب ایشون میخوان که به اصطلاح به هر حال تو این طیف یا قشر از جامعه اگه انتخاباتی شد رأی خانم ها رو داشته باشن، اما واقعیت امر چیزی است. خب عنوان شما یک عنوانش خودش تعجب، حتی زیرنویسم که
احمد جان نوشتی علامت تعجب آخرش گذاشته، گرچه علامت تعجب داره واسه چی؟ احساس هم میاد. نه تعجب نه، ما اینجا تعجب داریم چون که میخوایم بگیم که خانما عشق خریدنی نیست، فروختنی هم نیست، گدایی هم نمیشه، به ارث هم برده نمیشه. اینه که شما بیایید بگید شوهرم خواهش میکنم عاشقم بمون، این راه حلش نیست. خب چرا اصلا عنوان برنامه رو گذاشتید شوهرم عاشقم بمون؟ که پتکی باشه که طرف احساس کنه که بله این درد من هست اما درمانش کجاست. که من دارم همه این درد همه خانم هاست، همه خانم ها این آرزوشون هست که یه عشقی، تصوری از عشق داشتن، این تصور همینطور تا آخر بمونه. ببینید استاد سلیمانی عزیز، خیلی چیزا رو ما یاد میگیریم، اما یاد گرفتن یه بهایی داره. خب وقتی شما روزای اول اگر یادت باشه میخواستی راه بری، چند بار افتادی رو زمین؟ حالا یادم نیست. خیلی، تا سر پا وایستادی. ولی میگن خب آره دیگه، طبیعتا میبینم بقیه رو که میبینم قیاس میکنم خیلی دماغت شکسته، از همون روزا شاید شکسته باشه. من دستم افتادم زمین اینجا زخم شده، 18 تا بخیه خورد. خب هنوزم جاش هست برای 30 چند سال. اما یه فرصت داشتی که راه بری بیفتی بلند شی، باز راه بری بیفتی بلند شی، دوچرخه سواری خواستی یاد بگیری، افتادی 5-6 بار افتادی تا راه افتادی. جای بد خوردم، دوچرخه سوار بودم. موتور سواره همینطور، کسی میخواد رانندگی یاد بگیره، اول که ماشین گرفت پشت فرمان میزنه به در و دیوار. همین رو تجربه کردم. خب همه اینا تجربه قابل تجربه هست. اما مشکل اینجاست که ازدواج قابل تجربه نباید باشه. یعنی چی؟ یعنی اینه که ما نمیخوایم که یک ازدواجی شد بعد این ازدواج شکست بخوره، بعد طرف میگه خب این یه تجربه بود برم یه تجربه دیگه. خب یه تجربه دیگه باز خب شاید برای آقایون این فرصت بیشتر مهیا باشه، بتونن فرصت تجربات مکرر داشته باشن. اما خانم ها یه بار که خوردن زمین شاید باز فرصت دوم براشون سخت بشه یا نشه اصلا. و خب حالا 1-2 بار هم شاید این فرصت پیش بیاد، بیشترش امکانش باز خیلی پایین تر است. پس ما در واقع از تجارب دیگران استفاده میکنیم. همه این هر جا که میری نوشتن آقا اینجا یک دوره یا آموزشی در هر موضوعی که باشه، این در واقع چه هست؟ استفاده از شکست های دیگران. دیگران شکست ها کردن، بارها شکست خوردن، اینها رو برخی اومدن همه این شکست ها رو آوردن روش بحث کردن که آقا اینا اسباب و علتش چی هست. خب که باز این آیندگان این شکست ها رو تکرار نکنن. خب الان خب ما در مسیر زندگیمون اول با یک مفهومی آشنا بودیم و خیلی خوب گرفتی بودیم و هنوز هم دختر پسرای ما گولش خورده بودن قضیه عشق. دیدیم که نه بابا این عشق نبود و یک نوع دلبستگی بود، یک نوع تمایلی بود. بعد خب ازدواج شد با همون تصورات، بعد میبینن که نه، روند ازدواج فرق میکنه. حتی بعضی مفاهیم مغلطه رو تو ذهن ما میذاشتن که آقا ازدواج چی؟ بعدش بریم ماه عسل. خب بعد از ماه عسل انگار که به عقلمون داریم میدیم یه داده هایی رو ما به مخمون میدیم که ای مخ ببین ازدواج یه ماهه که بهش میگن ماه عسل، بعد از اون دیگه از عسل خبری نیست. یه ماه خوش بگذرون و بعدش بیفت ترشی بخور. خب در حالی که سخت‌ترین و خطرناکترین ماه ازدواج ماه اوله، چون شناخت متقابل داره حاصل میشه، تازه میخوایم یاد بگیریم، تازه میخوایم زندگی رو بشناسیم، تازه میخوایم همدیگه رو بشناسیم، تازه میخوایم تار و پود بنای خانوادگی جدیدی که الان ایجاد شده رو بشناسیم. بله. فکر میکردیم که ازدواج فلانی با فلانی هست، دیدیم نه بابا این ازدواج یک خانواده با خانواده است، یک فامیل، یک خانواده با یک خانواده دیگه رابطهشون کلاً داره شکل گیری پیدا میکنه و ما فقط نظاره‌گر هستیم. با یک دنیای دیگه آشنا میشیم. فکر میکردیم که زن فکر میکرد که مرد مثل منه، مردم فکر میکرد که ما مثل هم راه میریم، تو دانشگاه با هم بودیم، اینور اونور با هم بودیم، فکر میکردیم که مثل همین.
تازه میفهمیم که نه بابا، من از یک کره هستم، ایشون از یک کره دیگه. حتی اینا خب روند تاریخی داشت. خیلی وقتا پیش انسان ها فکر میکردن زن و مرد یه جورن. حدود یه 100 سالی بیشتر نیست که تازه فهمیدن که نه، از نظر فیزیولوژی با هم فرق میکنن، از نظر عاطفه و احساسات با هم فرق میکنن. تازه یه 10 سالیه که فهمیدن که آقا حتی از نظر یه سلول که بذار همون پایه اول ساخت انسان هست، یه سلول رو وقتی میگیرن زیر آزمایش میذارن، سلول مرد با سلول زن متفاوته. پس همه اینها برداشتها، زاویه دید، نیازها، همه اینها فرق میکنه. خب الان ما فکر اینو نمیدونستیم، تا ازدواج کردیم این ماه اول داریم که از این ور اون ور سیلیایی میخوریم، یه چیزایی کشف میکنیم. خب یه نوع کنجکاوی هست، یه نوع نیاز هست، یک نوع عشق و علاقه بود. این عشق و علاقه بر چه ارزش‌هایی بود؟ ارزش‌های اخلاقی میاد داخل میدان، نمیدونم خواسته ها میاد، مهریه مطرح میشه، نمیدونم عادات و رسوم‌هایی مطرح میشه که اصلا اینا رو ما تصورمون نبود وقتی که در پی ازدواج بودیم. خب الان این ازدواج صورت گرفت، بعد از اون میبینیم که اگر این روند عشقی که ما تو خیالمون برای خودمون ساخته بودیم ادامه پیدا کنه، خب که زندگی فلج میشه. خب نه این مرد از زن جدا میشه، نه زنه از مرد جدا میشه، همیشه با هم. خب کی میخوان کار کنن، کی میخوان زندگی رو بسازن، کی میخوان که در جامعه نقش خودشون رو. این ازدواج به هر حال یک مکانیزمی بود برای ساختار زندگی، بله، برای اینی که خونه سرپناهی درست بشه، خانوادگی کانون خانوادگی تشکیل داده بشه. این کانون هم میوه های خودش رو داشته باشه، ثمره خودش رو داشته باشه، نتایج خودش رو داشته باشه. بعد از مدتی میبینیم که نه، زن شروع میکنه میناله که شوهرم به من وقت نمیده، برای من ارزش قائل نیست، منو دوست نداره، در حالی که مرد تمام تلاش رو به کار میگیره که اون محبت و عشقی رو که میخواد بسازه. در واقع این عشق پس از الان داره کاشته میشه. عشقی که نه خریداری بود و نه فروختنی بود و نه به گدایی دست میومد، این عشق باید تخمش اینجا کاشته بشه و نهالش الان آبیاری بشه تا بزرگ بشه و با روند این زندگی این عشق هرچه بیشتر قدرت بگیره، تنومندتر بشه. درخت عشق با اومدن فرزندان، با گذر زندگی، با شناخت همدیگه اینقدر رشد میکنه که جالب هم هست که شما مثلا یک خانم آقایی رو میبینید که با هم زندگی میکنن، زندگی درستی دارن. شما با آقا رو میشناسید، خب 50 ساله‌ای هست، خانم رو اصلا شما ندیدید، میدونید که زینب خانم آقای فلانی هست. همین تو یه جایی میبینی یه خانومی رو میگی که این نکنه که خانم فلانی باشه. شما که نمیشناختید، از بس که اینا با هم دیگه نزدیک میشن و حتی شکلاشون شبیه هم میشه. خب اما چی شده که بعضی وقتا میشه که نه، این درختی که باید روز به روز تنومندتر بشه و عشقی که ساخته بشه پژمرده میشه. ما با یک واژه جدیدی آشنا شدیم تو برنامه سفره دل به نام مثلا طلاق عاطفی، که این خانواده به جای اینی که محبت و عشق سیمای وجودی این خانه رو تعریفش کنه، میبینیم نه، هر کی تو باغ خودشه. بعدش اومدیم با یک واژه دیگه آشنا شدیم که آقا یک نوع بحران‌های در عمر میانسالی ممکنه به وجود بیاد که طرفین از همدیگه فراری بشن. این یه واژه تلخی دیگه بود، یه واژه شکننده و تلخی بود که قبلنها روش بحث میشد، قضیه طلاق. چرا این زندگی که اصلاً بر مبنای عشق ما ساختیمش، چرا طرف اومد عاشقش بود فلان بود؟ ببینید همین فردی که میگه عاشقم، اگر این دختره رو به من ندید خودکشی میکنم، این چی است؟ این یک نوع انگیزه است که در این فرد به وجود اومده، یک انگیزه کور، خودش هم نمیدونه اصل ماجرا کجاست.
همین فرده که با این مشکلات روبرو میشه، کجا شد پس اون عشق؟ همین فرده که میبینیم که سال اول یا ماه اول طلاق میده. مشکل کجاست؟ اولش اینه که شناختش از عشق اشتباه بود، یه انگیزه‌ای بود، یک نیازی بود. خب این عشق یعنی چی؟ من الان فلانی رو دوست دارم، علاقمندم بهش، خوشم میاد ازش، اخلاقش، رفتارش، قیافش، شخصیتش، غیر از این چه معنای دیگه میتونه داشته باشه عشق؟ و این باید من با این ازدواج کنم. هر که سر راه بیاد میزنمش دور. با مادرم ممکنه مشکل درست کنم، پدرم رو حرفش رو بذارم زمین، خواهر برادرام رو طرد کنم. خواهر برادرایی که من 20 سال باشون زندگی کردم و باشون شیر و شکر بودم، پدر مادری که 20 سال در آغوششون بودم، هیچ بودم، به این مرحله رسوندن منو. حاضرم که این 20 سال وفا و احترام و همه این معانی رو زیر پام بذارم. خب فردای اون روز یه اتفاق میفته، همین آقا پسر یه جایی یه عکسی میبینه که همین دختره که خودش رو براش میکشه و همه فامیلش رو زد کنار، میبینه که همین دختره یه عکسی داره تو بغل یک جوونی دیگه. چه اتفاقی میفته؟ دشمن میشه. یه لحظه با دیدن این عکس، حالا این عکس هم حقیقی نباشه یا نمیدونم مشابهتی که عکس کسی دیگه بود فلان، بدون این که بره دنبال تحقیق و اینا، یهو برگشت چی شد؟ دشمن شد، متنفر میشه، اصلا نمیخواد اسمش رو بشنه و فکر میکنه که چه شکستی خورده به خاطر این دختر. پس این عشق نبود. اگه عشق می بود، عشق یک ویژگی که داره دوام پذیر هست، وقتی که به وجود میاد از بین نمیره. اما باید اینی که یک عشق صادقانه باشه، یک عشقی باشه که این روند طبیعیش رو بگیره، رشد کنه. و خب حالا که این عشق ما به وجود آوردیم، چطور باید این رو ببینید؟ ما یه دیدی داریم از زندگی. الان شما یه لحظه چشاتون رو ببندید آقا سلیمان، چشاتون رو ببندید. خب زندگی جلوی رویتون هست. الان از طرف خودت به این زندگی یه رنگ بده. زندگی پیش شما چه رنگیه؟ چیزی که میبینم یا تصورم؟ تصور خودتون. زندگی رو اگه حساب بکنم زندگی سبزه. خب در حقیقت که زندگی رنگی نداره. شما سبز میبینید بنا به یک تصوری که از زندگی داری. زندگی پیش شما بهشته، زندگی پیش شما شادی هست، باغ و بوستان هست. یک کسی دیگه زندگی رو قرمز میبینه. چرا؟ چون فکر میکنه قرمز رنگ خون است، رنگ جگر است، من میبرم براش. یک کسی دیگه عاشقش هم. یک کسی دیگه زندگی رو تار میبینه، سیاه هست، در حالی که زندگی رنگی نداره. ما این تصورات ماست که به زندگی رنگ میده. یعنی ماییم که زندگی رو تعریف میکنیم، ماییم که این واژه ها رو تعریف میکنیم، ماییم که میگیم عشقه، ماییم که میگیم که آیا دوستم داره یا نداره. خب مثالی رو همیشه میزدیم که طرف یک خرگوشی داره، میخواد این خرگوشش رو خیلی دوست داره، میاد براش چی میگیره؟ براش نمیدونم چی، شکلات میگیره، یه شکلاتای گرون قیمت، خب میاره به خرگوشه میده. خرگوشه نگاه میکنه منو دوست نداره، این چی به من داده؟ خب اما اگر به همین خرگوشه هویجی میداد که ارزون هم هست، هیچ قیمتی نداره، خرگوشه چه عشق میکرد، خیلی خوشحال‌تر بود، خیلی خوشحال میشد و فکر میکرد که چه منو دوست داره. اینه که آقایون و خانم ها چون همدیگر رو نشناختن، چون که یک مراحلی از شناخت رو طی نکردن. وقتی ما میایم بگیم که آقا قبل از ازدواج بیایید یک سری کامل برنامه سفره دل رو نگاه کنیم، میخنده، میگه که مگه یعنی شما میخواید به من یاد بدید که من چطور با خانمم برخورد کنم؟ بهش بر میخوره. فکر نمیکنه که این فن و فوت رو باید تجربه کنه، باید یادش بگیره. فکر نمیکنه که وقتی ما میگیم که زن از یک کره هست و مرد از یک کره، واقعیت هم همینه. اینی که مثلا
چطور همدیگر رو بشناسن. خب ما قبلا یه مثال زدیم که مثلا روند حرکت عقلی زن با مرد در یک آن فوراً میتونه از یک حالت به حالت دیگه منتقل بشه. گفتیم که مثلا مرد کشویی است، برای هر چیزی یک کشو داره، یک کشو برای دوستان، یکی برای خانواده، یکی برای کار، یکی برای کسایی که ازش بعدش میاد، یکی هم خالی میتونه باشه. میبینه مرد نشسته، چیکار میکنه؟ هیچ. این برای زن تصور کردنی نیست که کسی باشه بشینه خالی. زن در یک آن نه، زن عقلش مثل یه چی هست، مثل یک صندوقای بزرگ قدیمی که هر چیزو میریختن توش. حالا میخواد دنبال یه جوراب بگرده، 2 ساعت باید بیاد بگرده، این نمیدونم وسایل اسباب بازی بچه رو یه طرف کنه، لباسا رو یه طرف، تا بتونه یه جورابی رو پیدا کنه. الان شما دارید تعریف میکنید از زنها؟ نه، این تعریف نیست، این طبیعته، یه غریزه است، یک حقیقت هست. الان ما نمیتونیم بگیم که این یک نوع تعریف و مدح و ثنا هست. یعنی شخصیتشون اینجوریه؟ شخصیتشون اینجوریه. یعنی مرد رو ما میبینیم در آن واحد، میبینیم که طرف اومده با یکی دعوا داره، قرض گرفته، قرضشو نداده، آقا شما احترام کسی رو ندارید، فلان و فلان. در همین آن مادرش تلفن میکنه، چیکار میشه؟ فوراً قربونت برم الهی مامان جان کجایی؟ اصلا از یک 180 درجه رفت اونور در یک آن واحد. این برای من زن مثلا امکان پذیر نیست. زمان بره. زن مثل ماشینای قدیم هست که وقت میگیره تا به حرکت در بیاد. خب چرا؟ طبیعتش اینطوریه. خب این طبیعت به خاطر نقشی که در زندگی داره، این براش خیلی مهم هست. مثلا مرد در یک آن واحد نمیتونه که به اصطلاح هم از یه چیزی رو قابل تحمل نیست براش. مثلا بچه وقتی گریه میکنه، اینی که گریه کرد یعنی چی؟ یعنی داد بزن روش، یعنی یه سیلی بزن خفه بشه. اما زن چی؟ میبینه مادر بچهش گریه میکنه، لج کرده، زده، همه جا رو کثیف کرده، با این وجود مادر میاد بلندش میکنه میبوسدش. یعنی هم بین خشم و بین شادی در یک آن میتونه این دوتا رو با هم جمع کنه. این دوتا احساس متضاد رو، این دوتا احساس متضاد به خاطر اینی که این هورموناش در داخل خودش قاطی پاتی هست. وقتی مثلا این فایدهش چیه؟ فایدهش اینه که وقتی نیمه‌های شب بچه بلند میشه، مادر خسته، طول این روز رو کار کرده، میبینید همین مادر بلند میشه با همین خستگیش، با همین چشمای خوابش، بچه‌ش رو شیر میده، میره تر و خشکش میکنه، میاد. شوهر کجاست؟ شوهر اصلا سر صدای بچه اتاق ول کرد رفته یه جای دیگه خوابیده. پس این برای زن یه ویژگی است و این برای مرد، خصلت‌هایی که مرد داره برای مرد ویژگی است، متفاوت هست. این شناخته ها چه فایده داره برامون؟ این شناخته ها فایدهش اینه که ما وقتی میگیم که عشق، محبت و عشق رو از زاویه دید طرف مقابل باید بشناسیم. یعنی مرد وقتی که میخواد ببینه که خانمش او رو دوست داره یا نه، باید با دید اون نگاه کنه، و زن هم وقتی میخواد ببینه که آیا مرد عاشقش هست و دوستش داره، باید از دید مرد نگاه کنه نه از دید خودش. دقیقاً، که بفهمه که مفهوم عشق در پیش مرد چی هست، مفهوم عشق در پیش خانم ها چی هست. شما تصور کنید این دو تا فرقشون چیه؟ فرقش خیلی هست. ببینید این سریال ها و فیلم هایی که به خورد خانواده ها میدن، تزریق میکنن. این تزریق سم و زهری که به خانواده ها میدن، که آقا این تزریق میگه که مثلا از علامت های عشق اینه که با هم بشینن، وقتی رو با هم سپری کنن، با هم دیگه فرار کنن. یه حرف زدن آسونه، اما عملی کردنی این رو بیاییم توی خانواده عملی کنیم.
یه آقایی هست مکانیکه مثلا، از ساعت 7 صبح میره و 9 شب برمیگرده، جون میکنه که این خانه رو اداره کنه. خب خود خانمش میگه که وقتی میاد ساعت 9 شب سر سفره شام خوابه. این روند آموزشی غلطی که در جامعه هست میگه که اما شوهرم منو دوست نداره. چرا دوستش نداره؟ اصلا با من نمیشینه، اختلاط نمیکنه، درد دل نمیکنه، حرفامو به کی بگم؟ من تو خونه پدر مادرم بودم، صبح تا بعد از ظهر کسایی بودن که ناز خریدارم بودن. حق داره چون که شما در وقتی که ازدواج نکردید یه روند کاملا مختلفی از زندگی دارید. فکر میکنید آزادید، چون که در واقع آزاد نبودید، در واقع مسئول نبودید. کسی دیگه مسئولیت شما را داشت، شما احساس مسئولیت نکردی، چون احساس یه باری رو دوشت نبود، احساس میکردی راحتی. الان نه، الان روند زندگی کلا فرق کرد. شما از یه قفس اومدی توی قفس دیگه، از یه قانون اومدی توی قانون دیگه، از فرزندی و بچگی اومدید به همسر و مادر شدن. خب اینجا که اومدید، اگر بخوایم از دید این خانم با این بینش اشتباه نگاه کنیم، میگیم واقعا حق داره بنده خدا. شوهرش میره سر کاره، اونجا هم مشغوله با رفیقاش حرف میزنه، اینجا که میاد فقط میخوابه، خونه شده براش خوابگاه. اما بیاد همین زن از دید مرد نگاه کنه. این مرد چی مرگشه که از صبح تا بعد از ظهر میره جون میکنه تو این گازگیلا و تو این روغنا و سر و صورت سیاه و فلان؟ به خاطر خانه و خانواده‌اش. پس این نهایت ایثار است. مگه این مرد دل نداره؟ نمیخواد خوشگذرانی کنه؟ نمیخواد بشینه و راحت باشه همونطوری که قبل از ازدواج میکرد؟ خب همه دوستا و همه برنامه ها و همه اینا رو زد کنار. 10 برابر پیش زحمت میکشه. الان اگر این خانم بخواد از دید اون نگاه کنه، این همه جانفشانی، این همه زحمت، این همه خرد شدن این مرد رو ببینه، الان چی میگه؟ بازم میگه عشق نمیورزه به من؟ کاملا قضیه فرق میکنه. الان اینه که ما باید نگاه کنیم از چه زاویه‌ای این عشق رو معرفی میکنیم. بعد از اونه که میدونیم که چه راهکارهایی رو ما داشته باشیم که این عشق دوامدار باشه. یه عشقی که وجود داره اما ما نمیدیدیمش. چرا نمیدیدیمش؟ چون که ما به اون طرف نگاه نمیکردیم، به خودمون نگاه میکردیم. ما به خودمون نگاه میکردیم. عشق اونجا بود، ما اینجا نگاه میکردیم. کجاست؟ نیست. خب اون ور رو نگاه کن. پس ما زاویه دیدمون عوض کنیم. زاویه. و همینطور هم آقایون وقتی که میان میبینن که این خانمشون چقدر به فکر اوناست، چقدر این فن و فوتایی که امروز میخوایم بهشون به خانم‌ها یاد بدیم، چقدر اینها رو تو زندگیش داره. فن و فوت چی میخواید یاد بدید؟ اینی که زن بدونه که با شوهرش چطور رفتار کنه که عاشقش بمونه، که این عشق یا مرد احساس بکنه که زن داره. یعنی مرد ببینید وقتی هست که خانم ها نمیدونن که چطور این عشق رو نگه دارن. یک نهالی رو کاشتن، نهال عشق. الان این نهال باید آبیاری بشه، باید مرتب ازش بعد رسیدگی بشه تا به ثمر برسه و الا پژمرده میشه. خب اون زنی که خب عموما آقایون یه نوع تنوع پذیری دارن. آقایون برای چی اول ازدواج کردن؟ یه زنی گرفتن که فکر میکردن این بهترینه. خب نباید این خانم اجازه بده که از این مرحله بهترینی بیاد پایین. طرف اومد این همه مسئولیت ها رو پذیرفت که شوهر بشه. بعد از این که شوهر شد و صاحب خونه شد میخواد مرد بمونه.
خب مرد موندنش خیلی حرفه. یعنی این احساس اینی که مرد هست، این رو باید زن براش نگه داره. احساس مرد بودن، احساس اینی که شما صاحب من هستی، من مال شما هستم، خونه مال شماست. مگه نمیگیم زن فلانی صاحب زندگیه، خب؟ صاحب این زندگی هستی. خب یکی از این چیزا مثلا همینی که احساس کنه مرده. احساس این که مرد کنه چطوره؟ یعنی کسی هست که حرف اون رو میگیره، هر کسی هست که به حرفش بها میده. همین کلماتی که خانم مثلا از خانمش یه چیزی میخواد، اون خانمی که میگه چشم حتما، دیگه چی میخوای با صد درست کنه؟ دیگه چی کار بکنه؟ وقتی که همین چشم قربان، حرف شما به چشمم، این مرد رو اسیر میکنه. اگه برگشت گفت که مگه خودت شاعر شدی؟ مگه خودت نمیتونی بری؟ من حوصله ندارم، خسته‌ام. اون موقع چی میشه؟ میشه اینطور. خب چی میشه؟ این میشه که اون مرد احساس میکنه پس من این همه زحمت میکشم واسه کی؟ واسه کسی که قدر زحمت منو نمیدونه. یعنی ببین خداوند متعال به ما میگه لئن شکرتم لازیدنکم. اگر شما شکر به جا آوردی، تشکر کردین، من به شما بیشتر میدم. اما خداوند نگفت که لئن شکرتمونی، اگه شکر منو به جا آوردی. پس اینجا شکر کی هست؟ هر صاحب نعمت، هر کسی که به شما خوبی کرد. خب هل جزاء الاحسان الا الاحسان. و اینی که بیشترین کسی که به یک زن خوبی میکنه کی هست؟ کسی که شوهر داره، شوهرش. شوهر همه زندگی و همه تلاش و همه فکر و همه حرکت و همه روند زندگیشو کلا جهت‌دهی کرد به طرف همسرش. همون شاعره میگه که اون وقتا که نماز میخوندم شروع میکردم نماز به طرف کعبه، وقتی سلام میدادم دیدم که صورتم برگشته به طرف خانه یار. یعنی کل زندگیش جهت‌دهیش یه چیز دیگه میشه. دوستایی که دارن الان همشون عصبانی هستند. آقا قاطی و مرغا شده. واسه چی عصبانی هستند؟ چون شکار شده رفته دیگه. یکی اومد بردش. یک کسی اومد رفیقشون رو شکار کرد. پس این مرد اومده در واقع اسیر این خانم شده. این همه خدمت میکنه بهش، این همه مواظبش هست، امنیتش رو به وجود آورده، براش یک شخصیت جدیدی ساخته. انتظار داره ازش که اون جایگاه مردانگیش رو حفظ بکنه. حالا این مرد باید مرد بمونه. از جمله احساسی که نیاز بهش داره اینه که از من قدردانی میشه. الان دارین مواردی رو میگین که سبب استمرار عشق میشه بین زن و مرد و زن باید رعایت بکنه در برابر مرد. دقیقاً. یکی احساس اینی که مردانگیشه. دومی که احساس اینی که بسرا به من برام ارزش قائلن، حرفم بها داره، کاری کردم چشمشون رو پر میکنه. اینی که خانم ها باید در هر کوچیک و بزرگی از شوهراشون قدردانی کنند، بهشون نشون بدن که براشون این حرکتشون مهم هست، این زحمتاشون رو احساس میکنن. خب نه اینی که اصلا وظیفه‌شه، چشش کور، زن نمیگرفت. خیلی ها این حرفو میزنن. خب وقتی که این تو باشه خب طبیعتاً یه دور جنگ میشه در خونه دیگه. طبیعتاً این مرد تو یک فضای بزرگی هست، میشنوه این ور و اون ور که زن فلانی چون خاطر شوهرش رو داره. این رابطه سرد میشه. یکی از مواردی که بسیار مهم هست اینه که مرد باید احساس بکنه که امنیت داره. امنیت یعنی حرفش، زندگیش رو زبان مردم نیست، نقل مجلس ها نیست. یعنی اسرارش حفظ میشه. یعنی ببینید الان شما میدونید که اینجا دست من زخمه یا نه؟ دیده نمیشه. چرا دیده نمیشه؟
لباستون. این لباسه داره هر عیبی که هست رو میپوشونه. خداوند متعال در وصف زن و مرد چی بود؟ هن لباس لکم هن و لباس انتم لکم و انتم لباس لهم. لباس لهن. پس وقتی که شما پوشاک همدیگه هستید، زن و مرد. زن و مرد، یعنی چی؟ یعنی اینی که عیبه ها رو پوشوندید. نه تنها عیبه ها رو پوشوندید، بلکه لباس خودش یه زینت هست. خود زینتکم عند کل مسجد. خداوند متعال میفرماید شما وقتی میرید مسجد زینت خودتون رو بگیرید. خب زینت چی هست؟ طلا و جواهرات رو نمیگیریم، لباس هم. انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا. ریشا این یعنی زینتی. خوشگلی، شیکی. پس نه اینی که زن نمیاد اسرار و رازهای زندگیش رو برای هیچ احد و ناسی، حتی پدر و مادرش تعریف نمیکنه، بلکه در پیش دیگران احساس میده که شوهر داره و یک شوهر با ارزش داره. یعنی چی احساس میده که شوهر داره؟ خب هم میدونن که شوهر داره. شوهر تعریفش میکنه، اجازه نمیده کسی بر علیه شوهرش حرفی بزنه، ولو اینکه شوهرش اشتباه بکنه. ولو اینکه شوهرش اشتباه کنه. اشتباه قرار نیست. اصلا قضیه غیبت چی هست؟ گفتن حقیقت. گفتن حقیقتی که نباید گفته بشه، که طرف دوست نداره گفته بشه، میشه غیبت. حقیقت چه؟ خب هر حقیقتی رو نباید گفت. بله. چرا باید؟ چرا یک زن اجازه بده که برادراش، خواهراش، پدر و مادرش، دوستاش بدی شوهرش رو بگن؟ وقتی که این اجازه میده کسای دیگه‌ای در حریم خصوصی اون دهن باز کنن توی مواردی که شاید خیلی جزئی باشه، این یعنی چی؟ یعنی اینی که این برای حریم خصوصی خودش احترام قائل نیست. امروز طرف یه زبانی دراز کرد، فردا زبانش بیشتر دراز میشه، فردا شوهرش میشه مضحکه این اون. حالا شوهرش عیب نداره؟ عیب داره. همه شوهرها عیب دارن. مگه شوهرای اونایی که این حرفا رو میزنن عیب ندارن؟ اگر نیتش درد دل باشه، درد کرده دلش، مشکلی پیش اومده، شوهرش بی‌مهری میکنه، شوهرش مثلا رفته ازدواج کرده، وانمون ازدواج دوم سوم، حالا دلش درد کرده، بهش اعتنا نمیکنه، من باب درد دل، من باب تسکین دردهای خودش، یا حتی من باب اینکه شاید کسی بتونه اصلاح بکنه، بره باش شوهرش صحبت بکنه، این هم مورد داره. اولا ما چیزی به نام درد دل نداریم. درد دل داره یا آسپرین میخوره تموم شد. خب طرف ناراحته. خب ناراحته. ببینید شما به خصوص در مسائل زناشویی، زن و شوهر بینشون یه مشکل به وجود میاد. بله. خب مثلا آقای چی اسمش بزنیم، حالا مثال شما رو بزنیم دعوا میکنیم. آقای محمود، آقای سلیمانی با خانومشون یه مشکل ساده‌ای پیش اومده. خب الان خانم عصبانی است، میاد تعریف میکنه پیش خانم من که سلیمانی خیلی بد اخلاقی، منو زده. خب چون عصبانی بود یه تصویری داد. عموما خانم ها در تصویر دادن همیشه مبالغه میکنن، پیاز داغش اضافه زیاد میکنن، طبیعتشون اینطوری است که ادیبند، خوش سخنن. این خوش سخنی باعث میشه که یه مقداری، یعنی همین که جمالات رو گفتید که نگه چرب زبانن مثلا. خب الان این مشکل بین آقای سلیمانی و خانمش برطرف شد. همون لحظه بود تموم شد. 2 روز بعد 3 روز بعد آقای سلیمانی معذرت خواهی کرد، یه هدیه‌ای خرید، نمیدونم رفتن اینور اونور، خانم فهمید که اصلا سوء تفاهم بوده و قضیه حل شد. بله. اینا با هم شیر و شکر شدن. اما این خبر که اومد به خانم من رسیده بود که آقای سلیمانی آدم خشنی هست، این منتقل شد به من. چی شد؟ خشن نشد، خشن تر شد. یک کلاغ شد. الان شما تصور کنید که ما یک انسان‌های بسیار وارسته‌ای هستیم که حاضر نیستیم این حرف رو جای دیگه منتقل کنیم، اما پیش ما مون دیگه. بعد از 20 سال
آقای سلیمانی میاد برای پسرشون خواستگاری دختر منده. تو ذهن من هست که چی؟ بد اخلاق. این بابا پدره بد اخلاقه، مادره رو زده، این پسر تو یک خانه خشنی تربیت شده، الان من این دخترم رو بفرستم تو این خانه وضعش چی میشه؟ در حالی که خانم سلیمانی اصلا حکایت رو فراموش کرده، اصلا اینا با هم هیچ مشکلی ندارن. پس قضیه درد دل برای دیگران نیست. میخوای درد دل کنی یه سجاده بنداز، 2 رکعت نماز بخون و بدون الا بذکر الله تطمئن القلوب. با یاد خدا قلبها آرامش پیدا میکنه، نه با غیبت. وقتی رفتی درد دل کردی، غیبت گفتی، بهتان زدی، خب دیگران رو بدبین کردی. الان کسی که رفته پیش درد دل، اون کی هست؟ اون کسیه که مثلا شما رو خیلی دوست داره. به تو اینجور کرده، غلط کرده، بیشعور بهش زن دادیم که این کار چی کار میکرد؟ حالا بیا جمعش کن. بیا جمعش کن. اصلا بدترش کرد. تا اون که رفته شکایت میکنه احساس آرامش میکنه، این طرفدار منه، خوبه، اما نمیدونه که رابطه رو داره به هم میریزه. اگر قرار درد دلی کنه کجا میره؟ روی سجاده. اگر باز هم نشد، یه چیز بسیار مهمی هست که خانم ها باید این رو آوازه گوششون کنن، گوشواره کنن و اون اینی که آقا قلب مرد کجاست؟ قلب مرد کجاست؟ تو سینه‌اش اینجاست دیگه. بعضی ها فکر میگن قلب مرد اینجاست، بعضی از خانم ها میگن نه، قلب مرد تو چششه. اگه من خوشگل بشم، خوشتیپ بشم، شکارش کردم. بعضی ها فکر میکنن قلب مرد تو بینیشه، که اگه من خوشبو باشم، همیشه عطر بزنم، چیه؟ بعضی ها فکر میکنن قلب مرد تو روابط عاطفیشه. اما یه چیزی واقعیت داره و اون برمیگرده باز هم به طبیعت مرد. مردها همیشه یه عمرشون بچه‌ن. یعنی چی؟ یعنی اینی که همیشه یه عمرشون بچه مادرشونن. خب این احساس رو مادران نسبت به فرزنده همیشه دارن که ولو اینکه 80 سالش باشه میگه بچه‌م مواظب خودت باش و نمیدونم بیرون میری مواظب باش. شما آخرین باری که تلفن کردی به مامانت کی بود؟ همین پریروز بود، فکر کنم دیروز پریروز. وقتی حرف میزنی چرا صدات میلرزید؟ در حالی که مردی ماشاءالله پهلوون. پس همیشه این احساس هست که مادر تا وقتی که مادر زنده است قلب پسرش پیششه. یعنی میگید که قلب مردها مادرشونه؟ اگر میخوای شوهرت رو شکارش کنی باید مادرش رو شکار کنی. یعنی چی؟ یعنی بره مادرش خدمت کنه؟ باید پیش مادر اینقدر عزیز بشی که شوهر نتونه به تو چپ نگاه کنه، چون که میفهمه که اگه مادرش فهمید که بهش چپ نگاه کردی دلخور میشه. اینقدر باید مادر رو به دست بیاری. الان میفهمم چرا من مادرم بعضی وقتا گوش منو میچرخونه. خب الان مثلا شما فقط یکم مادرتون بدونه این دیگه فن و فوت چی هست؟ خانم هست که چطور بتونه مادر رو به دست بیاره. اگر هم قرار بود روزی قضیه به اونجایی رسیده بود که باید درد دلی باشه برای اصلاح، میره پیش کی؟ میره پیش اون پدر و مادر شوهری که با رفتار خودش کاری کرده که اون پیششون عزیزتره از پسرشون، که وقتی میره اونجا درد دل میکنه اونا احساس بکنن که دخترشون اومده درد دل میکنه. به دست آوردن دل مادر شوهر برخلاف آن چیزی که متاسفانه در جامعه ما داره ترویج میشه. در جامعه ما اصلا این
رفتاری که ترویج میشه از رسانه، متاسفانه رسانه به طور عموم، حالا استثناءاتی توش هست و کمه، اول اینی که افرادی که فیلم ها رو، سریال ها رو میسازن افرادی هستند پرت از انسان شناسی، جامعه شناسی، طبیعت انسان، یک مراحلی رو طی کردن، مراحل فنی فیلمسازی. خب بعدش هم خودشون رو وقتی نگاه میکنیم تو زندگیشون، واویلا این بازیگرایی که میبینیم زندگی‌هاشون رو وقتی میخونی، طلاق و مشکلات خانوادگی و فلان، کسی که خودش کچله چطور میاد دوای درد شما میشه؟ اینها یه داداهایی رو خوندن، اون فیلمنامه‌ای هم که نوشته شده کی نوشته، از چه محیط اجتماعی بر اومده، اینا اون محیط اجتماعی خودشون رو، بیماری‌های خودشون رو دارن انعکاس میدن، دردای خودشون رو وقتی انعکاس میدن فکر میکنن جامعه هم فکر میکنه که همه جامعه اینجوری هست، در حالی که نه. مگر وقتی که ازدواج صورت میگیره، در ازدواج ما چه امضا روی چه برگه‌ای میذاریم؟ امضا روی برگه‌ای که من این مرد رو خوشحال خواهم کرد. وقتی که خوشحالی این مرد راهش از طرف مادر و پدرشه، باید اون پدر و مادر رو چطور نگه داشت؟ اون پدر و مادر کی هستن؟ اون پدر و مادر برای این خانم بزرگترین ایثارگران تاریخ. یه پسر رو از هیچ شروع کردن ساختنش، اومد الان 20 اندی سالش شد، 2 دستی دادن تقدیم این خانومه. الان حداقل وفای این خانم چی؟ یعنی کسی این همه زحمت کشید، یه پسر ساخت، داد برای توی نوکر. این احساس نسبت به پسرم باید باشه در برابر پدر مادر خانومش. دقیقاً این احساس تا وقتی هست، ارزش های ازدواج تعریفش یه جوری دیگه میشه. نکته جالبی است و لطیف. یعنی اینی که وقتی که طرف میاد دخترش رو به شما میده، در واقع دخترش رو به شما نداده، یه پسر واسه خودش گرفته. وقتی خانواده ها اینطور نگاه کنن و صاحب دختر احساس بکنه که پسر گرفته، صاحب پسر احساس کنه که دختری به دختراش اضافه شده، اون وقتی که ما بیاییم حرف از مهر بزنیم، حرف از نمیدونم شیرباها و نمیدونم چی باها بزنیم، انگار که داریم کنیز میفروشیم، خب اونجا دیگه این معنا خیلی مسخره میشه، پوچ میشه. یعنی چی شیرباها برای چی؟ یه گاوی بودی که شیر دادی، مثلا الان حساب میکنی که روزی 1 کیلو 1 لیتر شیر دادم، آقا این همه روز این همه لیتر ضرب چند بزن، آقا پولش چقدر میشه، پولشو بدین. خب الان این زندگی تشکل پیدا کرد، مرد رو همسرش احساس مردانگی داد، احساس آزادی، یک بینشی که باید تو همه کله های خانم ها بره پیرون. این آزادی رو اگه دکتر نگه داریم همینجا، کمی آزاد کنیم، بینندگان عزیز رو هم میان برنامه ببینیم، برمیگردیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. شما 2 نکته مهم اشاره فرمودید، مردانگی، احساس مردانگی مرد حفظ بشه و احساس امنیتش در فضای خانه و اطرافیان، و آزادی رو برمیگردیم بعد از یک میان برنامه. در خدمت شما بینندگان عزیز خواهیم بود. بعد از میان برنامه با ادامه موضوع برنامه همراه ما باشید. ازدواج موفق. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. در صحیح بخاری حدیث شماره 5090
و صحیح مسلم حدیث شماره 1466 ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت می کند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: زن به خاطر 4 چیز نکاح می شود. یکی به خاطر مال و ثروتش، دیگری به خاطر نسب و نجابتش، و آن یکی به خاطر زیبایی و جمالش، و یا به خاطر دین و ایمانش. پس زن دیندار را انتخاب کن تا سعادت واقعی نصیبت گردد. آداب همسرداری. عن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها 7 وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها 3 ثم قسم. در صحیح بخاری حدیث شماره 5214 انس رضی الله تعالی عنه روایت می کند: از سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است که وقتی انسان دوشیزه ای را بر زن بیوه قبلی خود بگیرد 1 هفته پیش او بماند. بعد از پایان 1 هفته باید وقت خود را بین زن جدید و قدیمش تقسیم کند. ولی اگر زن بیوه‌ای را بر زن دوشیزه قبلی خود بگیرد 3 شب پیش این عروس بیوه باقی بماند و بعداً وقت خود را بین آنان تقسیم کند. عن عطاء رحمه الله قال: حضرنا مع ابن عباس رضي الله عنهما جنازة ميمونة رضي الله عنها بسرف، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها وارفقوا، فإنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم 9، كان يقسم ل8 ولا يقسم ل1. در صحیح بخاری حدیث شماره 5067 و صحیح مسلم حدیث شماره 1465 عطا رحمه الله نقل می کند: با ابن عباس رضی الله تعالی عنهما بر جنازه ام المؤمنین میمونه رضی الله تعالی عنها همسر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در محلی بین مکه و مدینه به نام سرف حضور داشتیم. ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمود: وقتی که جنازه او را بلند کردید به آرامی و احترام آن را بلند کنید و آن را تکان ندهید و به احترام و متانت با آن رفتار کنید، همانطوری که در زمان حیاتش نسبت به او احترام می کردید. همانا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 9 زن در نکاح داشتند که نسبت به 8 نفر از ایشان با نوبت و تقسیم وقت رفتار می کردند، ولی 1 نفر از ایشان نوبت نداشت. ام المؤمنین سوده بنت زمعه رضی الله عنها نوبت خود را به عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها بخشیده بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام مجدد خدمت شما خوبان و عزیزان در موضوع هم که اسمش عجب غریبه. شوهرم همیشه عاشق من بمان، عاشقم بمان. شوهرم همیشه عاشقم بمان، با یک علامت تعجب در آخر این عنوان در خدمت جناب دکتر بودیم در بخش اول برنامه و جناب دکتر نکات مهمی را اشاره فرمودن در موضوع بحث احساس محبتی که بین زن و شوهر هست، که این احساس محبت و آن چیزی که حالا به هر حال به نام تعبیر عشق ازش یاد میشه در بین زن و شوهر، اون چیزی نیست که من مرد احساس میکنم نسبت به زنم که این گونه باید باشه، یا من نوعی همسر، من خانم احساس میکنم که شوهرم باید اینطوری باشه، پس حتما وقتی که اینطوری شد من عاشق من هست، اگر اینطوری نبود پس احتمال به این معناست که من رو دوست نداره. درباره این که آقایان چه مواردی براشون مهم هست، جناب بیشتر صحبت ما، خطاب ما در این برنامه خواهران بودن که چگونه میتونن که بیشتر دل شوهرشون رو به دست بیارن. جناب دکتر به نکات مهم اشاره فرمودن. یک نکته این بود که احساس مردانگی مرد حفظ بشه، یعنی به هر حال طبیعتاً مردها دوست دارن که چون خونه به هر حال به نام اونهاست و صاحب، حالا بحث سند خونه مهم نیست ولی زندگی به نام مرد هست و دوست دارن که مدیریت داشته باشن بر زندگی خودشون. هر اون چیزی که در این احساس خلل ایجاد بکنه طبیعتاً سبب خواهد شد تا مرد نسبت به همسرش احساسش سرد بشه. و موضوع بعدی موضوع بحث امنیت در فضای زندگی مشترک، به معنای نه اینکه حالا شوهر از این نترسه که خانم با چاقو بیان سراغش، این که دیگه خیلی واوی داشت، ولی موضوع این که اسرارش و آنچه که از زندگی مشترک، از اخلاق، از رفتار، از خصوصیات، از احیانا اگه مشاجره میشه، بحثی میشه، قیل و قالی اتفاق میفته و این چیزها هست، در هر زندگی هست. این چیزها نباید بیرون سرایت بکنه و خطور بکنه و شخصیت مرد باید حفظ بشه در پیش زن و در جایی که خانم در بین دوستانش یا اقوامش یا خویشاوندانش و نزدیکانش می-نشینه و سعی بکنه که شخصیت مرد خودش رو نگه داره و دفاع بکنه شخصیت مرد خودش. و اگر نیاز داره واقعا مشکلی هست، فرمودن جناب دکتر اشاره کردن که بهترین مرجع برای مراجعه پدر و مادر همسر هستن که اونها رو انسان دلشون رو به دست بیاره، با اونها مشورت بکنه که میتونن واقعا در این مورد تاثیر داشته باشن. به موضوع آزادی اشاره کردن که ما از ایشون اجازه گرفتیم تا برگردیم خدمتشون برسیم. جناب دکتر با سلام مجدد، آزادی برای مرد چه معنی داره؟ ببینید، مرد وقتی ازدواج کرد، ازدواج به این معنا نیست که از کل جامعه کنده شد. به این معنا نیست که شد فقط و فقط مال خانمش، جزیش مال خانمش هست، اما خب یه فردی هست در یک جامعه، بله. یک تاریخی داشته با روابط اجتماعی مشخصی. الان خب کسی بیاد دست و پای مرد رو ببنده، هی مودماغش باشه کجا رفتی، چی کار کردی، کی رو دیدی، چی شد، خب اینا رو مرد خوشش نمیاد. همیشه هم تاکید داشتیم که مرد از همسر پلیس خوشش نمیاد. حالا پلیس یعنی جزء طبیعت بشه یا نه؟ من با به همینجوری اطلاع و آگاهی اگر پرسید. خب اطلاع و آگاهی یک جوری احساس میکنه که دست و پاشو میخواد ببنده. خود این پرسش ها یک بوی بدی هم داره، سوء زن، توی عدم اعتماد و سوء زن. چرا ازم میپرسه کجا رفتم پیش دوستام، چرا مثلا تلفن رو چک بکنه، چرا هی بپرسه که من کجا هستم، کی میام، چیکار میکنم، چیکار نمیکنم، کی رو دیدی، چی گفت. یک حیطه ای از زندگی هست که مرد احساس میکنه که این به زنش ربط نداره. رابطه اون با دوستاش، با همکاراش، خب یک رابطه ای هست که تو فضای خانواده این جایی نداره برای گفتن. خب این بیاد یا مرد احساس بکنه که زنش میخواد که اون رو عوضش کنه. این خیلی برای مرد، ببینید ما یک واقعیت رو باید بدونیم که هیچ فردی در دنیا نمیتونه هیچ انسان دیگه ای رو عوضش کنه. یعنی چی عوضش کنه؟ میتونه اخلاقش رو تغییر بده؟
نه اخلاقش رو، نه بینشش رو، نه هیچ چیزی رو. خب پس این هدف از تربیت و اصلاح و درس و مربی و اینا چیه پس؟ ببینید اگر فردی میتونست یک انسانی دیگه رو عوض کنه، رسول خدا صلی الله علیه و سلم میتونست عموش ابو طالب و ابو لهب رو عوض کنه. تونست؟ نتونست. خداوند متعال یک قانون گذاشته: انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. تو نمیتونی اون کسی رو که میخوای عوضش کنی. خداوند عوض میکنه. و در تفسیر این آیه بعضی از علما یک برداشت خیلی زیبایی کردن: انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. خداست که هدایت میده کسی رو که اون بخواد، نه اینی کسی که خدا بخواد. خدا الله تعالی بخواد. بله. خدا هدایت رو برای همه میخواد. ولکن الله یهدی من یشاء. کسی که خودش بخواد هدایت، خودش بخواد هدایت رو، خداوند هدایتش میده. خب خودش بخواد عوض بشه، عوض میشه. اگر اون فرد خواست عوض بشه، شما میتونید عوضش کنید. اما اون فرد نخواد عوض بشه، نمیشه. و اگر زن خواست عوضش کنه، مرده اگر خواست، تو دلش هم بود عوض بشه، اینجا یه واکنش نشون میده، چون که نمیخواد کم بیاره. خب اون حس مردانی که گفتیم، قوامون علی النساء، اینه که یه جوری میخواد که نشون بده که من خودم هستم، شخصیتم خودم هست. خب الان اگر زنی میخواد شوهرش رو تربیت کنه، یه مفاهیم درستی رو بهش برسونه، راهش چی هست؟ راهش این است که با تشویق در شوهر یک حسی رو به وجود بیاره که خود شوهر بخواد عوض بشه. برای همین ما همیشه میگیم در ازدواج، آقا شما ازدواج میکنید با همونی که تو دستته. یعنی مثل وقتی ما میریم میخوام این فلاکس رو بخرم یا اینو بخرم، میگم آقا اینو من میخرم، اما به شرط اینی که وقتی خریدم شما اینشو قرمز کنید. من میخوام این گوشیش قرمز باشه. طرف میگه نه آقا همینی که هست، اینجوری میخوای بخر، نمیخوای نخر، همینی که داریم. بعد از اون اگر ما تونستیم قرمزش کنیم، کردیم، نکردیم، انتظاری دیگه نباشه. در ازدواج همینطور، شما طرف اومده خواستگارید با همون حالتی که هست، قبولش داری یا نه؟ اینی که بگی بعداً من عوضش خواهم کرد، این خواب و خیاله، تحقق پیدا میکنه یا نمیکنه. و اگر بخوای عوضش کنی و اون نخواد، عوض بشو نیست. پس این حس آزادی مرد باید احترام گذاشته باشه. یعنی احساس کنه که چنان آزاد باشه، مرد هر وقت خواست بره بیرون، هر وقت خواست بیاد، هر کاری خواست بکنه. زن حق نداره بهش که چرا؟ زن حق نداره به هیچ عنوان بگه چرا. خب نمیشه اینجوری که. اما یه راه رسمی هست که این چطور این آزادی رو کنترل کنه. این آزادی حق مرده و مرد نمیخواد کسی این آزادی رو ازش بگیره. الان شما وقتی بیایید، شما زن بیایید و این مرد رو شیفته خودت بکنید، اون وقت همیشه انسان وقتی کسی رو دوست داره مطیع و فرمان بردارش هست، بدون اینی که خودش احساس کنه. اطاعت، حرف شنوایی، احترام، کلیدش محبته. جایی که محبت ساخته نشده، شما دنبال این چیزا اصلا نگرد. مقایسه به مهربانی و لطف و خوشی توانی که پیلی به مویی کشی. الان این فیله رو نیاز هست که با محبت و عشق رامش کنیم. ببینید این یه بار دیگه همین مثال رو زدیم که ببینید شوهر کیه؟ شوهر درنده مثل شیر یا شوهر یه تمساحه؟ اگر ما میبینیم خودمون که طرف میاد دهن تمساحه رو وا میکنه، سرشو داخل میکنه، میاره بیرون، مگه تو سیرک این کارو نمیکنن؟
خودمون با چشای خودمون میبینیم که طرف میاد دهن شیر رو وا میکنه، بچه نوزادش رو میذاره تو دهن شیر، بعد در میاره. اگر شیر رو میشه رامش کرد با محبت، اگر تمساح رو میشه اسیرش کرد با محبت، چطور نمیشه یه شوهر رو به دست آورد؟ پس مشکل جای دیگه است. همین تمساح جای دیگه درنده است، این شیر جای دیگه که محبت ندیده درنده است. پس باید زن این قدرت رو داشته باشه که شوهر یه خمیر آسونی هست. شوهر رو رام کردن خیلی راحته، چون که شوهر نیاز داره به زن. نیاز شوهر به زن برخلاف تصوری که بعضیا فکر میکنن تنها نیاز غریزی هست، نیاز مادریت هست. شوهر همیشه عادت کرده از کوچیکی مرد نیاز به یک آغوش داره. آغوش مادر بود، از آغوش مادر منتقل شد به آغوش همسر. این همسر با یک کم فن و فوت خوب مادریت کردن این شوهر رو میتونه تو دستش داشته باشه. غیر از این موارد چه موارد دیگه مثلا؟ یه موردی که خیلی مهم هست و اون اینه که شوهر احساس آرامش بکنه. احساس آرامش کجا به وجود میاد؟ این شوهری که قبلا چرا آمد ازدواج کرد؟ دنبال چی بود؟ مودتن و رحمه. مودت یعنی اون عشق و محبتی که پایدار هست. بله. رحمت یعنی اون گذشتی که لغزش ها رو نمیبینه. شوهر اگر اشتباهی کرد، همیشه میگن که کسی که احمق اون کسیه که خوب احمق میشناسیم، اما یه چیزی هست که برای تداوم استمرار یک رابطه نیاز هست که احیانا خودت رو به نادانی بزنی، بیخیالی بزنی، چشم پوشی کنی، لغزش هایی صورت میگیره فلان، اینا رو پیله نکنی، اینا رو بزرگش نکنی و در این حال اون دنبال یه آرامشی هست، آرامشی که از محیط بهش فشار میاد، غریزه ای هم که داره، تو که بهترینش بودی باید همیشه بهترینش باشی. یعنی این زنی که گرفت، زن اول آرایش میکرد، خوشگل بود، برای شوهرش از همه خوشگل‌تر بود. الان که اومد تو خانه فکر میکنه که من وظیفه‌مو انجام دادم دیگه، خواستم شوهر رو شکار کردم، شکارش کردم. این تله‌ای که انداخته بودم واسه شکار بود، شکار رو گرفتم دیگه نیازش نیست. در حالی که نه، این شوهر همیشه، شوهرها مردم تنوع طلبن، همیشه میخواد که هر روزی یه زن جدید داشته باشه. ببین حتی در وصف حوریان بهشت چی میارن؟ میگن که مرد هر روز که اینا رو میبینه فکر میکنه زن جدید هست. زن برای شوهرش باید اینطوری باشه، در هر دیدارش. خب جدید بودن فقط در لباس نیست، جدید بودن در لباس هست، در آرایش هست، در استقبال هست که چطور ازش استقبال بکنه، تنوع به خرج بده، تنوع در حرف زدنش، تنوع در به دست آوردنش، تنوع در غذا درست کردنش. خب از راه‌های مختلف، این خود خونه رو این ور اون ور کردن، استفاده از بچه‌ها، رسیدگی به بچه‌ها. مرد میمیره برای زن تمیز، برای زن خوش برخورد، برای زنی که نازش رو بخره، برای زنی که در کنار اون احساس بکنه که بهترینه، برای زنی که احساس بکنه که اون زن به این مرد نیاز داره. خب این همه فن و فوت‌هایی هست که، یا نقطه ضعفایی هست که زن میتونه از اینا مرد رو پیش خودش نگه داره. این مردی که اینطور نگه داشته میشه، این فضای عشقی که به وجود میاد یک فضای عشق دوامدار هست. در این فضا اما یک مورد خیلی مهم هست و اون اینی که زن نباید خودش رو وابسته کامل به مرد بکنه. این خیلی مهم است. باید مرد احساس بکنه که زن بهش وابسته هست. مرد باید احساس بکنه که زن بهش وابسته هست.
اما همه زندگی زن نباید وابستگی به مرد باشه. یعنی چی؟ یعنی یکم گیج شدیم. یعنی خب بس دیگه، شوهر زن وابسته است به شوهر نباشه، زن تنها چیکار میخواد بکنه؟ مخصوصا خانمایی که در غربت با شوهراشون زندگی میکنن، وابسته تمام زندگیش وابسته به شوهرش. اگر زن احساس بکنه که زندگیش، عشقش مال شوهر هست، اون وقتی که خود به خود اون شوهر ازش فاصله میگیره. چرا؟ باید وابستگی این زن، چون که شما به هر چیزی که وابسته بشید و فکر کنید که زندگیتون تو اینه، کارتون تو اینه، این بود شما هستید، این نبود شما نیستید، میمیرید. خب مگه غیر از اینه؟ غیر از اینه برای زن، برای هر فرد غیر از اینه. انسان وابستگی تام و اختیارش و کاملش با یک احد هست، با الله. اون که بحث شکی درش نیست. این باید پررنگ باشه. و اینی که اگر شما احساس کردید که اگر مثلا من در فلان مؤسسه کار میکنم، اگر منو اخراج کردن من از گرسنگی میمیرم، مطمئن باش که تو رو اخراج میکنم. چرا؟ چون که تو میای یک حرکتایی رو، فعالیتایی میکنی، کارایی میکنی به خاطر اینی که فکر میکنی که بگیریش. این کارا برداشت اینا میشه که این منافقه، این چی کار داره میکنه؟ طرد میشی. به یک حکومتی اگر خودتو وابسته کنی که اگر این حکومت بود، این نظام بود، من هستم و الا میمیرم، میبینی که نظام طردت میکنه، حکومت، مؤسسه طردت میکنه، فرد طردت میکنه، احساس میکنه که این نفاقه، این یه نوع چاپلوسی هست. بیزار میشه. زن چیکار باید بکنه مثلا؟ زن اول وابستگی کاملش به چیه؟ الله تعالی. به الله تعالی. پس ما اینجا دو واژه مطرح میکنیم، یکی وابستگی، یکی جذب کردن. زن باید جذاب باشه، مغناطیس باشه، آهنربا باشه، شوهرربا باشه. اما شوهر همه چیزش نیست، همه چیزش خداست. رابطهش با خدا عمیق باشه، خدا رو داشته باشه، بدونه که رازقش خداست نه شوهر. کسی که محبت و عشق رو بهش ارزانی میکنه خداست نه شوهر. قلب شوهرش در اختیار خداست. این قضیه باید برای همه روشن باشه. اگر این رو گذاشت روی شوهرش میشه مشرک که شد، همون چیزی که به شرک میکنه اون ازش اظهار بیزاری میکنه. مگر نه استند که روز قیامت بتا میان، اونایی که بهشون گفتن خدا و اماما و امامزاده و اینا میاد از طرفی که عبادتشون میکرد اظهار بیزاری میکنن، یکفرون به شرک. یعنی اونا میاد میگن که ما اینو اصلا نمیشناسیم، ولش کن. همینطور میشه شوهر. پس زن باید رابطه و وابستگی کاملش به خدا باشه، شوهرش رو جذب کنه. وقتی که جذب کرد شوهر احساس میکنه که این نیاز به من داره، در کنار من احساس خوشبختی میکنه و من در کنار اون احساس خوشبختی میکنم. نیاز ما متقابله. رابطه ما باید داد و ستد باشه. مهربانی میخوام باید مهربانی بدم، عشق میخوام باید عشق بدم. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. امکان نداره یه خیری رو به دست بیاری مگر اینی که خودتون از همون خوبی و خیری انفاق کنید به دیگران بدید. خیلی ممنونم جناب دکتر، بارک الله فیکم. اگر اجازه بدید چند تایی از سوال‌های بینندگان عزیز رو هم داشته باشیم تا بیشتر وقت بیشتری در اختیار بینندگان عزیز باشه. بیننده فرمودن با وجود اینکه نامزدم، گرچه شما اشاره فرمودید فکر کنم به محتوای این سوال، ولی باز هم به خاطر که نص سوالشون رو تکرار کرده باشیم، با وجودی که نامزدم عیب‌های زیادی داشت و عادت‌های بدی، باهاش ازدواج کردم با امید که بعد از ازدواج بتونم عوضش کنم. من تحصیلات دانشگاهی دارم، ایشون فقط مکانیک دیپلم دارن، دیپلم مکانیک هستن، اما نتونستم عوضش کنم. چیکار باید بکنم؟ اولا همین که گفتیم که هیچ انسانی کسی دیگه رو نمیتونه عوضش کنه. شما به خاطر اینی که شوهرت اون چیزایی که خوشت نمیاد عوضش کنی، باید اینی کاری بکنی که اون عاشقت بشه و بدونه که هر کاری که خودش بفهمه که هر کاری که باعث میشه که شما ناراحت میشید خودش رو عوض کنه. اگر خواست خودش عوض بشه اون وقت شما میتونید عوضش کنید. نیاز هم نیست اون وقت شما عوضش کنید. خودش که خواسته عوض بشه خودش عوض میشه. انشالله.
بیننده دیگری فرمودن از ابتدای زندگی با شوهرم مشکل داشتم، گفتیم صاحب فرزند بشیم، رابطه‌مون درست میشه، حالا یک فرزندم داریم، همچنان مشکل وجود دارد. آیا به خاطر بچه تحمل کنم یا طلاق بگیرم؟ در همین مورد باز بیننده دیگری فرمودن یک بچه دارم، دوران حاملگی برام خیلی سخت بود، شوهرم بچه میخواد، من میگم یکی بسه، تصمیم گرفتیم هر چی شما بگید همون کارو بکنیم. خب حالا که تصمیم گرفتید هر چی ما بگیم، ما یک موردی رو باید اینجا برای عزیزان روشن کنم که هیچ وقت ما توصیه نمی کنیم که هیچ خانواده‌ای یه فرزند داشته باشن. یه فرزند برای فرزند خیلی مشکله. این فرزندی که در یک خانواده تک فرزندی باشه دچار خیلی از بیماری ها میشه. یکی اینی که قدرت رابطه برقرار کردن با جامعه رو از دست میده، منزوی میشه و نمیتونه خودش رو جمع کنه، اجتماعی بار نمیاد. خود پدر مادر خیلی اذیت میشن برای تربیت یک فرزند، چرا که یک فرزند نیاز به کسی داره که همیشه باشه. حالا پدر و مادر اگر بخوان با هم باشن فرزند تنهاست، اگر بخوان یکی باید 24 ساعت فرزند باشه، این فرزند در خود جامعه این فرزند احساس میکنه که دست و پاش خالی است، کسی نیست که دور و برش باشه، کمبود عاطفه پیدا میکنه، خودخواه میشه، در زندگیش خیلی با شکست‌های مختلفی روبرو میشه. پس این خانومی که میخواد یه فرزند داره و سختی داشته در مشکلات داشته در فرزند اول، اولا فرزند اول خب یه مقدار حملش مشکل هست، بعدها فرزندهای دوم و سوم خیلی عادی تر میشه، خیلی راحت میشه. در ثانی بیشتر این حرفایی که در مورد حاملگی و نمیدونم این مشکل حاملگی و اینا میزن، اینا همش وحشت و ترسی هست که خانم ها به خاطر این که کلاس بزنن واسه خودشون اینا رو مطرح میکنن. واقعیت امر اینطور نیست. واقعیت امر یه سیبه که رو درخته، وقتی که پخته میشه اگر شما بیش دست نزنید خودش میفته پایین. دقیقاً الان تو اروپا رسم شده که به اصطلاح بچه‌شون رو به جای اینکه برن تو بیمارستان، قدیما که تو خونه ها بود، الان تو اروپا هم تو خونه هاست و فقط زن و شوهر بچه رو صحیح و سالم توی سطلی میارن بیرون. خب یعنی قضیه خیلی ساده است، اینقدر که خانم ها برای خودشون کلاس میذارن قضیه اینطور نیست. و دوم اینی که بچه شما نیاز به فرزند، به خواهر برادر داره برای آیندهش، برای تربیتش، و شما هم نیاز دارید که بچه‌تون خواهر برادر داشته باشه تا بتونه یک بچه درست و سالمی برای جامعه باشه. اون خانمی هم که میفرمایند که یک بچه داریم و میخواستیم طلاق بگیریم، من بهشون توصیه میکنم که اولا اگر هم میخوان طلاق بگیرن بذارن صاحب دو تا حالا که یه بچه آوردن که طلاق شاید زندگیشون بهتر باشه، 2 تا بچه دیگه هم بیارید، 3 تا بچه که شدن بعد طلاق بگیرید اگر میخواید طلاق بگیرید. چرا؟ برای اینکه این بچه الان شما طلاق گرفتید، شما زندگی خودت رو میکنی، شوهرت زندگی خودت، این بچه در این میان کسی رو نداره. اگر اومدید 3 تا بچه شدن، حداقل برای آیندهشون همدیگر رو دارن. خب همدیگر رو داشته باشد، اینها در رشدشون کمتر مشکل میبینن، در پرورششون کمتر مشکل میگیرن، از نظر روحی روانی، از نظر عقلی، از نظر اجتماعی. بعدن هم که بزرگ شدن، چون که یک گروهی هستن، یک گروه 3 نفره هم، اینا میتونن بهتر رو پاهای خودشون وایسن از اینی که شما بیایین و یه نفر رو بندازید تو جامعه و شانه خالی کنید از بار مسئولیت. جزاکم الله خیر. بیننده دیگری فرمودن که من عاشق کسی هستم، 7 سال میشه که همدیگر رو دوست داریم، اما نامزد داره، منم بهش میگم که با نامزدش ازدواج کنم، ما نمیخواد با نامزدش ازدواج بکنه و قبولم نمیکنه حرف من رو، و در حالی که رسیدن ما هم هیچ امکان نداره که به هم برسیم. من باید چیکار بکنم؟ ببینید حرف خودتون هم احساس میکنید این حرف سالمی نیست. شما با کسی رابطه دارید که امکان ندارد به هم برسید، پس این رابطه معناش چی؟ ایشون میگه من خودم میدونم که نمیرسیم ولی طرف مقابل قبول نمیکنه، چیکارش کنه طرف مقابل؟ وقتی که شما میدونید که این قطار به مقصد نمیرسه و اصلا قطار مال شما نیست، خب شما باید
برای خودت، برای شخصیت خودت احترام قائل باشی. الان شما به خودت اهانت کردی. اگر شما واسه خودت احترام قائل می بودی، خودت رو شکار یک انسان نمی کردی. خب اون فردیه نامزد داره، نمیخواد با نامزدش بره، شما رو هم شکار کرده، نمیتونه که با شما ازدواج کنه. خب یعنی این فردیه که با زندگی دیگران بازی میکنه، آدم خودخواهی هست، غرایز خودش براش مهم هست، زندگی شما براش مهم نیست. الان شما خودت رو وصله این کردی که اصلا وصلش نیستی، مشکل اینجاست. ما اون فرد نیومده که ما نصیحتش کنیم که آقا این کارا رو نکن، اما شمایی که درک داری، اینقدر شعور داری، چرا خودت رو اینقدر کوچیک کردی؟ شما باید در فکر ساختن خودت باشی و به میزان، به اندازه‌ای که به خودت احترام میگذاری، دیگران به شما احترام خواهند گذاشت. اینجا خودت رو کوچیک کردی، حالا کسی که اومده زیر پای مردم، خب مردم چرا لقدش نکنه؟ طبیعتا. ممنون. بیننده دیگری فرمودن مرد اگه بخواد زن بگیره، زن دوم بهش بگه که اگر زن گرفتی من از زندگیت میگذارم میرم، حالا این آقا چیکار باید بکنه؟ این آقای زن ذلیل، این زن ذلیلش تعبیر من بود. این آقا اولا دست و پای این زنش رو ببوسه که این زن اینقدر این رو دوست داره که نمیخواد کسی دیگه بیاد این شوهرش رو ازش بگیره و در این حال به حال خودش بگریه که چرا در همچین مسئله‌ای رفته با زن شوهر مشوره میکنه. خب اما اگر رفت ازدواج کرد، ما توصیه نمی‌کنیم به هیچ عنوان به زن اولش که زندگیش رو داغون کنه. این تهدید هست، حقش هست، تهدید میکنه چون که شوهرش رو دوست داره، زندگیش رو دوست داره و این رو باید مرد قدردانی بکنه. اما اگر مردش ازدواج کرد، به هیچ عنوان این سببی نیست که طرف بیاد درخواست طلاق بده یا زندگیش رو ویران کنه. و اگر همچنین کاری رو کرد، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند اون زنی که بدون هیچ گونه سبب وجیهی از شوهرش طلاق بگیره، یعنی یک قانون خانوادگی که برپا شده و یک پروسه عشق و محبت و مودت و رحمت هست، این رو داغونش کنه، روز قیامت حتی بوی بهشت به مشامش نخواهد رسید. خب و اگر این کارو کرد، صحنه رو خالی کرده برای رقیبش. یعنی شما یه شوهر داشتید، کسی اومد، حالا مثلا این تعبیر ما هم درست نیست که نصفشو گرفت، در واقع اون اومد زندگی خودش رو ساخت. خب شما اومدید بیرون، خب اون به نفع اون است. دقیقا همون کاری میکنه کن میخواد. اگر فکر میکنه اون اومده که زندگیش رو همون میخواد اونو تنبیه کنه، در واقع خودش رو تنبیه میکنه. ممنونم. در همین باب باز برادر دیگری فرمودن که من خانمی دارم 7-8 سال از من بزرگتره، الان که ازدواج دوم کردم، قبلا اراده داشتم که با انصاف رو رعایت کنم در برخورد با اون، اما چون همیشه حسادت میکنه و سرزنش میکنه، دلم گرفته ازش، خرجشو میدم ولی پیشش نمیرم. آیا کار درستی میکنم؟ نه خیر، خیلی کار اشتباهی میکنی. ببینید اون حسادت میکنه، دعوا میکنه، اینا علامت چی هست؟ آدم باید یکم منطقی فکر کنه. نه وقتی که طرف میاد، شما 2 تا بچه داری، خب به یکی از بچه ها یه چیزی دادی، دومی حسادت میکنه. چرا حسادت میکنه؟ چون احساس میکنه که تو پدریشی، تو مال اونی، چرا به کسی دیگه بیشتر میرسی؟ این زن اول زندگیش رو دوست داره، شوهرش رو دوست داره. اگر دوست نمیداشت میگفت برو به درک، خوب شد که زن گرفتی، خوب شد، خیالم راحت شد از شرت. خب پس وقتی که این واکنش ها رو میکنه، میگیم واکنشاش اشتباه هست، اما این اشتباهش وجیهه. این اشتباهش بیانگر این هست که این زن زندگیش رو دوست داره و تا وقتی که اسمش زن شماست، شما وظیفت هست که در کامل عدالت رو رعایت کنید. بله میرید پیشش، دل تنگ میشه، حرفای بیهوده میزنه، فلان میکنه، میتونی یک برنامه تأدیبی بذاری، یه منری و بهش برسونی، ببین من تا میام اینجا اعصابمو خرد میکنی، اگر قراره که همیشه اعصابمو خرد کنی من همین. یه جوری این قضیه رو حلش کن. ببین اول در ابتدای ازدواج به هر حال یک زلزله‌ای شده دیگه، یکم طبیعی هست این مسائل، اما باید شمایی که اومدید، ببینید کسی که
خربزه میخوره پای لرزش هم باید بشین. شمایی که اومدید یک ازدواج دوم کردید، الان بر مبنای چی؟ میخوای رضایت خدا رو به دست بیاری، میخوای یک انسان دیگر رو سرپرستی کنی، میخوای که زندگی خودت آرامش بشه، هر چی نیتت بوده نیت پاک هست، عبادت هست. الان این عبادتت رو با یک تصرفات نادرست از دست نده، این اجرت رو از دست نده، باعث نشه که بسیار اسمت بشه ظالم مثلا. جزاکم الله خیر. بیننده دیگری بعد از سلام علیکم السلام فرمودن که من 18 سال ازدواج کردم، شوهرم نماز نمیخونه، بسیار وعده خلاف است و همیشه شب نشینی داره، با هم نشینی‌هاش هم نشینی‌های بدی هستن، مسئولیت پذیرم نیست، میگه که شب‌ها بعد با دوستانم باشم، سیگارم میکشه، تریاکم میکشه، بسیار راهگم است، هیچ سخنم را گوش نمی‌کند. لطفاً راهنمایی کنید که چیکار باید بکنم و برای ایشونم دعا کنید. انشالله که خداوند متعال همچنین افرادی رو، ایشون رو و دیگر عزیزانی که راه به اشتباه رفتند رو خداوند متعال هدایت بده و به زندگیشون برسن. خواهر عزیز، شما اگر میتونید ایشون رو اصلاح کنید، اصلاحش کن. اگر نمیتونی و میتونی روش فشار بیاری، میتونی با پدر مادرت، خانوادت یه برنامه تأدیبی براش بذارید، از خونه بری بیرون و بگی تا وقتی که خودت رو اصلاح نکنی من حاضر نیستم که باید زندگی کنم. ببینید همیشه در زندگی هدف از زندگی خوشبختی است، هدف از زندگی مشترک. چرا ما یک زندگی مشترکی رو درست میکنیم؟ ما قبل از زندگی مشترک دو انسان داشتیم که دچار بحران بودن، یه جوونی و دو تا جوون که بحران داشتن، میخواستیم اینا در کنار هم این مشکلات روحی روانیشون حل بشه. الان اومدیم اینا رو کنار هم کردیم، مشکلات به جای اینی که کم بشه چند برابر شد. اینجاست که خداوند متعال میفرماید فامساکن باحسان او تسریح بالمعروف و تسریح باحسان، که در کنار هم با خوبی و خوشی در کنار هم یا زندگی کنید یا به خوبی و خوشی از هم جدا بشید. شما این پله ها رو طی کن. اگر میتونید که تأدیبش کنید، این تأدیب رو بکن، شرط و شروطت بذار که تا این اصلاح نشه من بر نمیگردم. این فضا برات مهیا نیست، پدر مادری نداری که مثلا بری پیششون. الان برای خودت یه برنامه ریزی کن تا که میخوای این زندگی به این وضع پیش بره. یه برنامه 6 ماهه واسه خودت بذار، ظرف این 6 ماه یه کاری رو پیدا کن که بتونی سر پای خودت وایسی. خیاطی یاد بگیر، گلدوزی یاد بگیر، یه چیزی که بتونی از اون امرار معاش بکنی. بعد از اون زندگیت رو مستقل کن و خودت رو از این جنجال‌ها و از این دردسرها نجات بده. و خداوند متعال همیشه در ذهنمون باشه من ترک شیئا لله عوضه الله خیرا منه. هر کسی چیزی رو به خاطر رسیدن به رضایت الله رها کرد، خداوند بهترش رو بهش خواهد داد. الله متعال میفرماید و یتفرق یغنی الله کل من سعته. اگه به خاطر الله جدا بشن الله تعالی هر دو تا رو بی‌نیاز خواهد کرد. جزاکم الله خیر. بیننده دیگری بعد از سلام و دعا برای کارمندان وصال حق فرمودن که علیکم السلام و تشکر از دعای شما. سوالی داشتم اگه میشه لطفا پاسخ بدید. تقریبا یک ماه میشه که یک استرس و وسواسی به من دست داده که نمیدونم چیکار بکنم باهاش. ترس از مردن، ترس از آتش دوزخ، از عذاب قبر و از دست دادن دوستانم. لطفا من راهنمایی کنید. عزیزه ببینید، ترس از مردن، ترس اینا چیزای طبیعی است. خب اما وقتی که اینها بیاد همیشه جلوی رو باشه، باعث بشه که زندگی روند طبیعیش رو نداشته باشه، این یک حالت نگران کننده ای داره. اینجاست که شما باید رابطت رو هر چه برات امکان پذیر هست و همه اینا امکان پذیر هست با خدا درست کنی. همیشه با وضو باشی، همیشه نمازهای از دعاهای صبح و شام رو مرتب بخونی، نمازهات رو سر وقت بخونی تا رابطت هرچی علا به ذکر الله تطمئن القلوب، با یاد خدا قلبها آرام میگیره. اگر رابطت با خدا درست باشه دیگر از مرگ نمیترسی. تصورت از مرگ هم باید ساخته بشه. مرگ چی هست؟ مرگ انتقال از یک مرحله به مرحله دیگه است. پس ترس از مرگ چی معنا داره؟ وقتی همه میمیرن و یک واقعیتی هست که در وقتی از مرگ میترسیم که بدونیم که خونه ای که بعد از مرگ داریم ویرانه هست. اگر اون خونه رو آباد کردیم، از رفتن به از این ویرانه به یک خونه آباد دیگه ترس نداره.
خب اینا تا وقتی که رابطه شما با خداتون، شما ببینید وقتی که ما از خدا غافل میشیم دلمون میشه مثل یه ویرانه. این ویرانه شیطان ها میان، جنا و عفاریت و شیطان ها و طلسم و اینا که میگن کجا میان؟ توی ویرانه ها. الان راه حل چیه؟ راه حل اینه که ما بیایم این ویرانه رو آبادش کنیم و آبادیش هم با یاد و ذکر خداست، با عبادت خدا، با قرآن. رابطت رو با قرآن درست کن، با خدا رابطت رو درست کن، در نیمه های شب بلند شو، 2 رکعت نماز بخون، ببین که چقدر زندگی تغییر و تحول پیدا خواهد کرد. انشاءالله. ممنون از شما. بیننده دیگری فرمودن من 10 سال میشه که ازدواج کردم، تا به حال به دلیلی که با همسرم داشتم فرزند دار نشدیم. لطفاً برای ما دعا کنید، برای ایشون و همه عزیزانی که الله تعالی خداوند متعال به همه این عزیزان فرزندان نیک، صالح و متقی بده و در این حال اون قلب و اون برداشت که به داده های خداوند، به نعمت های خداوند راضی و خوشنود باشن. جزاکم الله خیر. بیننده دیگری فرمودن که من یک سوالی داشتم، بچه‌م هم نامزد منه و به من میگه که اگه منو میخوای وصال حق نباید ببینیم، منم بدون وصال حق نمیتونم زندگی بکنم. میگه موسیقی گوش بکن، سریال ببین. منم خوش ندارم سریال ببینم و موسیقی گوش کنم. حیران هستم که چیکار باید بکنم، جواب منو بدید. عزیز جان ببین، وصال حق یک دانشگاه هست، یک مرکز علمی و فرهنگی هست، برای شما مفید هست، اما تنها مرکز علمی و فرهنگی نیست. اون چیزی که شما میتونید از وصال حق بگیرید از جای دیگه ای هم میتونید بگیرید. شوهرتون بگه که وصال حق رو نگاه نکن، چیزی کم نمیشه. اما اینی که به شما بگه که گناه بکن، این دیگه خط قرمز هست. شما حق ندارید به خاطر هیچ انسانی معصیت خداوند بکن. خب این خط قرمز هست. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. از هیچ انسانی حق ندارید اطاعت کنید در گناه و معصیت خداوند. اینی که به شما بگه فیلم های مبتذل نگاه کن، سریال های بد نگاه کن، نمیدونم موسیقی و رقص و اینها، این دیگه خط قرمز هست و این به نماد شخصیتی شماست. الان اگر اینجا اومدی کنار اومدی یعنی چی؟ یعنی شما برای خودت ارزش قائل نیستی، برای خودت احترام قائل نیستی. چطور انتظار داری که فردا این نامزده بیاد شما رو برای شما احترام قائل بشه؟ نه خیر، شما باید براش مشخص کنید که ازدواج، نامزد بودن یعنی این نیست که من کلا شخصیت من ذوب بشه. من شخصیت خودم رو دارم، من ارزش‌های خودم رو براش احترام قائل هستم و بر مبنای این ارزش هاست که من زندگی رو میسازم. اگر قرار باشه شما یک انسان پایبند به دین باشید و دیندار باشید و ایشون یک انسان منحرف باشند، الان شما ایشون رو بهتر میشناسید. این درخواسته ها در واقع بیانگر نماد شخصیتی اون هست. بر مبنای این درخواسته ها شما میتونید این ازدواج رو تن به این ازدواج بدید و تا آخر بسازید، یا نه الان خداوند روش کرده و شما از این ازدواج دست بردارید. که توصیه ما هم این هست که یا این فرد خودش رو اصلاح میکنه یا اینی که شما این نامزدی رو به هم میزنید. ممنونم. بیننده دیگری فرمودن ازدواج کردم، شوهرم معتاد است، بیکاره، برای نون شب موندیم. من اومدم پیش مادرم، اون همونجا موند، مثلا کار کنه ولی کار نمیکنه، هیچی نداره، وسایل خونه رو میفروشه. من الان با 2 بچه چی کار باید بکنم؟ مادرم هم بیوه است و خرجش رو نداره و منم دارم خیاطی میکنم، خرجم هم در نمیاد، حتی نمیدونم که چیکار بکنم. شاید فردا پس فردا ما رو هم بفروشه، به خدا نمیتونم سرم رو جلوی خانواده بلند کنم. هر روز میره پیش خواهر برادرام، فامیلم پول میگیره، آبرو برام نگذاشته. شما رو به خدا بگید من چیکار باید بکنم؟ ببینید عزیز جان، شما یک شوهر دارید، از این شوهر 2 فرزند دارید. این شوهر الان نیازمند شماست، بیمار هست. الان شما اختیار دارید، یا شما و خانواده‌تون، همون برادر خواهرات که بهش قرض میدن، همین پولی رو بهش قرض میدن جمع کنید، این فرد رو درمانش کنید. خب برید ترک اعتیادش کنید، براش کار مهیا کنید، اون چیزی که در توانتون هست. اگر میخواید این رو بسازید و قابل اصلاح هست بسازیدش. اگر قابل اصلاح نیست، خودت خیاطی میدونی، بچه‌هات هم میتونی بزرگ کنی و به هر حال اون شوهرت هم خانواده داره. اگر همه با هم دست به دست هم میدید و این رو میسازید، که این بهترین عبادت هست که شما یک انسانی رو که مرده است زنده میکنید. فمن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا.
شما این رو اگر دوباره به زندگی برگردوندید یک عبادت بسیار بزرگی رو انجام دادید و اجرش رو خواهید گرفت. اما اگر نمیخواهید این عبادت رو انجام بدید و این فرد اصلاح شدنی نیست، خانوادهش هم نمیخواند اصلاحش کنند، اینا همون حرف که باز شما بیایید و ازش جدا بشید، با خوبی با خوشی جدا بشید و کسی هم شما رو ایراد نخواهد گرفت که چرا ازش طلاق گرفتی، چون حق شماست اینجا که یک زندگی آرامی رو برای خودتون داشته باشید. ممنونم، جزاکم الله خیر. بیننده دیگری فرمودن 4 سال عروسی کردیم ولی شوهرم میگه بچه نمیخوام چون خونه نداریم، منو راهنمایی کنید چیکار کنم؟ اگر شما خواهر عزیز 2 سال پیش صاحب بچه میشدید، امروز صاحب خونه بودید، خداوند متعال شما رو روزی میده برای به خاطر بچه هاتون. خداوند متعال میفرمایند یرزقهم و ایاکم، آن که دندان دهد نان دهد. خداوند بچه ها رو روزی میده و شما رو به خاطر بچه هاتون روزی میده. نحن نرزقهم و ایاکم. نحن نرزقهم و ایاکم، به اونا روزی میدیم و شما رو هم. خب پس اینه که شما اول قبل از اینکه ازدواج کنید غذا میخوردید، الان ازدواج کردید بازم غذا میخورید، زندگیتون میچرخه. فرزند که بیاد در روزیتون برکت میاد، خداوند متعال به خاطر بچه‌تون روزی حلالی انشالله به شما میده. همت کنید صاحب فرزند باشید و غم روزیش رو نخورید. اون کسی که خلقش کنه بیافرینندش اون روزیشو میده انشالله. جزاکم الله خیر. بیننده دیگری فرمودن 6 ماه که عروسی کردم، 2 ماه اول با شوهرم دوست بودیم، الان اصلا خوشم نمیاد ازش، از شوهرم بدم میاد و میگم شما نگاه کنید که سحری جنی چیزی هست یا نیست. نمیدونم حالا ایشون منظورش اینه که سیتی اسکن چیزی شما انجام میدید یا از راه دور چطور میخواد نگاه کنید که ایشون جن داره یا نه. کلا برای حالا از شوخی هم بگذاریم جناب دکتر، این موضوعاتی که خیلی از خواهرها و برادرها در اوایل ازدواج احیانا یک چند مدتی پیش میره، زندگی خوب پیش میره، بعد یک دفعه یک حالتهای روحی براشون دست میده و این رو میذارن به پای جن و جادو و نمیدونم تعویض و نمیدونم بستن ما رو و همچین مواردی. کلا در این باب توصیه شما به همه عزیزانی که همچین مشکلاتی گیر میکنن چیه؟ ببینید عزیزان، اولا جن و اینا، جن اولا بیکار نیستن که بیان دنبال شما رو بگردن. خب و جن و اینا همیشه تو خرابه ها زندگی میکنن. اگر شما دلهاتون و فضای خانواده‌تون خرابه هست، دیگه حق ندارید که به جنا بگید که برن بیرون. باید این خرابه رو آبادش کنید. خرابه چطور آباد میشه؟ یعنی شما آیا آیت کرسی رو میخونید؟ آیا نمازاتون رو درست میخونید؟ آیا دعاهاتون درست؟ رابطتون با خداتون درسته؟ معنویات در فضای خانواده‌تون درسته؟ اگر بله، پس جایی اینجا نه برای شیطان هست و نه برای جنها. الان این مشکل پس کجاست؟ مشکل همین دید شما از زندگی است. شما تصوری داشتید معنا و مفهوم عشق رو یه جوری، محبت رو یه جوری میفهمیدید، وقتی که تو میدان اومدید دیدید که نه، مفهوم زندگی یه جوری دیگه است. خب فکر میکنید یه چیزی کم شده، در حالی که هیچ چیزی کم نشده، قطاره به قلتک افتاده. الان داره مسیر درست پیش میره، چون که شما تصورتون اشتباه، فکر میکنید که مسیر داره اشتباه پیش میره. الان شما باید در فکر این زندگی باشید، این زندگی رو چطور بسازید. ما قبلا چند تا برنامه داشتیم، کلید عشق، ساختن عشق. این عشق رو شما خانم خانواده میسازید. خب اگر نمیدونم طرف ازش خوشم میومد الان خوشم نمیاد، انگار که مثلا هندونه گرفتید، میل داشتم خوردم الان میل ندارم نمیخورم، بذارم توی یخچال. نه، اینجوری که نیست زندگی. اینه که شما خوشت میاد باید تا آخر عمرت خوشت بیاد و این خوشی رو باید شما بسازید. این خوشی فروختنی نیست خانم ها، گدایی هم نمیشه، میراث ارثی هم نیست. باید خودتون بسازید. عشق ساختنیه، محبت ساختنیه. الان به شما بگیم که خب حالا خوشت نیومد عزیزم، شما این شوهر رو طلاقش بده، طلاقش بده، بعدش چی؟ شما میشید بیوه زن. خب شما خورد میشید، زندگی شما رو خورد میکنه. تصور کنیم که حالا شما بیوه شدید، بعدش یه شوهر دیگه ای پیدا کردید. خب کی برای ما ضمانت میکنه که باز از 2 ماه دیگه بازم خوشت نیاد؟ پس حکایت این یه بازی نیست که شما بیایید با زندگی خودتون و با زندگی دیگران بازی کنید. شما وقتی که این فرد رو قبول کردید به عنوان
شوهر یعنی اینی که شما امضا کردید که وظیفه دارید و قسم یاد کردید در پیشگاه خداوند که این فرد رو خوشبخت میکنید. الان وظیفه خودت رو انجام بده، خود به خود قضایت حل میشه و جنومنی هم که اگر باشه از اونجا فرار میکنه. ممنونم جناب دکتر. ما وقت برنامه گذشت و پیام‌های شما عزیزان همچنان باقی مونده. انشاءالله در برنامه‌های بعد مطرح خواهیم کرد. عزیزانی که با ما پیام نگاری کردن و فرستادن حتما انشاءالله در برنامه‌های پیش رو دیر و زود داره، اما سخت و سوز نخواهد داشت باذن الله تعالی. عزیزانی که دوست دارن در موضوعات مرتبط به سفره دل با ما مکاتبه داشته باشن میتونید پیام‌های خودتون رو از طریق واتساپ و تلگرام و همچنین از طریق صفحه فیسبوک ما در صفحه فیسبوک سفره دل با ما در میان بگذارید و انشاءالله حتما در برنامه‌های پیش رو مطرح خواهد شد. جناب دکتر صحبت پایانی شما با بینندگان هست. یک موردی که خیلی از عزیزان برای ما می‌نویسند و انشالله سعی می‌کنیم هفته آینده بهش پردازیم، از الان موضوع هفته آینده رو مشخص می‌کنیم که در یک خانواده وقتی بیش از یک خانم هست، رابطه این خانم‌ها چگونه باید باشه؟ یعنی هووها، همین که به اصطلاح واژه هوو که براش استفاده میشه و ما بهش میگیم واژه خواهرهایی که توی خانواده هستن. خب خواهرایی که یک خواهرایی که هوو هستن، چند تا خانم که یک شوهر دارن. بله این انشالله فن و فوت رابطه اینها چطور باید باشه، اینها رو با هم انشالله در هفته آینده خواهیم داشت. بحث مهمی خواهد بود. بحث بسیار مهمی هست انشالله و تا اون وقت هم امید هست که شما عزیزان با ما همراه باشید در رساندن پیام‌های سفره دل به تمام خانواده ها. ممنونم از شما جناب دکتر. پیشاپیش هم جناب دکتر برنامه هفته بعد ما رو هم مشخص فرمودن که علی خصوص خواهرانی که اگر حالا به هر دلیلی شوهرشون ازدواج دوم یا سوم یا چهارم داشته و شوهرشون خانم دیگه هم غیر از اونها داره، توصیه می‌کنیم حتما بیننده برنامه ما باشن. در برنامه بعدی انشاءالله اگر لقا و بقا مقدر بود و الله تعالی مقدر کرد انشاءالله حتما این موضوع رو با شما عزیزان در میان خواهیم گذاشت بعد پوزش. و در پایان تشکر میکنم از اینکه تا این لحظه برنامه خودتون رو یاری کردید. از الله متعال برای همه گذشتگانمون بخشش، رحمت و مغفرت رو خواهانیم و برای خودمون استقامت بر مسیر عبادت و اخلاص و توحید الله متعال تا آخرین لحظه حیات رو خواهانیم و همیشه ما خوبان عزیزان رو به الله متعال می‌سپارم. الله یار و نگهدار شما. جزاکم الله خیر.